داره میره جنگ. باباش رفته جنگ. عزیز دلمه. این حسینم اینقدر به محبت احتیاج داره این چند وقته. قلبش رقیق شده. نگیر آقا نگیر. اسمشون چیه؟ از کجا آوردنش؟ عراق؟ جانا دختر مادر. جانا یکی یه دونه. هر کی ندونه به خدا میدن مدرسه دیندی داره میره الان. جانا تلو. اونم سمت میدی سیتیه. چی میگی؟ بابا بزرگم بودم جانبازه. جانباز بوده در اثر حرکت تراشه ترکه خونپاره عراقی‌ها دچار آسیب مغزی شده. من تو بودم بعدش هم یه چیز مامان من گرفت خوردم. چی عزیزم؟ سوهان قم؟ نه بعد نمیگم. روغن بنفشه بگیرم برات. آخه دایی شما نبود مگه روغن بنفشه رو گفته بود؟ یه ذره بزنه در واسطه.